اولین درس از هنرستان جلد چهارم، اتود شماره 11، تمرین 267. از ساخته های آقای مهدی مفتاح هست. 4 ضربی هست، فا سوری، سرکلید اون هست، شور می هست. می لا سولا سول فا سولا. اولش طبق ویدیوی قبلی که عرض کردم خدمتتون میتونیم با سرعت پایین بزنیم، چنگ یا حتی سیاه فرضش کنیم. بعد سرعت رو بریم بالاتر از می انگشت چهارممون گرد بشه، ببخشید، به همین کندی یا باز کندتر بزنید. مخصوصا محکم پا میزنم که صدای مترونوم رو داشته باشیم. اونایی هم که 4 خواسته سعی کنید حتما انگشت چهارم بگیرید، تقویت بشه انگشت چهارم. 2 به کار، فاسوری انگشت چهارم گرد، چهارم، دوباره چهارم. تاکید میکنم که حتما روش انگشت چهارم بگیرید. سی به کار با فاصله. حواسمون باشه که انگشت چهارمیه، بقیه انگشتا رو نکشه جلو. فا به کار، سی کرون، فا دیез، کرون انگشت چهارم، می کرون، سول دیез، سی به کار، دو دیез. و اینکه تا آخر میتونید بزنینش. الان حالا بیایم روی تکنیکاش با هم دیگه کار کنیم. وقتی که ساده زدین تا آخر با همین سرعت، حالا سرعت رو در مرحله اول ببریم بالاتر و اینکه یه بار با پاشنه آرشه بزنیم، با وسط آرشه، یه بار 1/3 بالا، تا آخر با این 3 قسمت آرشه بزنیم. یعنی یه بار قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم بالا. تمرین شماره 2 که انجام بدیم مثل همه اتودهای قبلی، بیایم هر دوتا با یه آرشه بزنیم. تا آخر. شماره 3 هر 4 تا با یارشه.
بعدی هر 8 تا با یه آرشه. مدل بعدی که میخوایم بزنیم اونی که اگر دوستانی که میتونن بیان تمرینی بذارن که ما علاوه بر 8 تا یه 16 تا هم بذاریم با یه آرشه، یعنی خودمون اضافه کنیم. حالا شماره 4 خواسته که ما همینو هر 4 تا مقطع بزنیم، یعنی علاوه بر اون شمارهایی که خواست ازمون، حالا خودم چند تا رو عرض کردم خارج از کتاب، حالا بریم شماره‌های مختلفی که خواست. 4 شماره 5 2 تا نوت وسط با یه آرشه است. شماره 6 نوت اول آکسان داشته باشیم و ستای بعدی با یه آرشه. شماره 7 3 تا با یه آرشه، آخریه استاکاتو. شماره 8 همون یه میزان کامل که عرض کردم خدمتتون. شماره 9 اسپیکاتو. و اینکه با قسمت‌های مختلف آرشه خواستیم. شماره 9 پایین توضیح شده که با ته آرشه بتونیم پریده بزنیم. شماره 10 وسط آرشه. شماره 11 نوت‌های سوم و چهارم رو بتونیم آرشه بزنیم. شماره 12 همینطور. و اینکه با سرعت پایین حتما بزنید. تقدیم همه شما عزیزان.